درود با شما دوستان گرامی. برنامه نوبتی فوتبال آسیا را منظور شما می‌گردانیم. اینک در ماه ایون باز یک مسابقه فوتبال آسیا با نام جام کنفدراسیون فوتبال میان کلوب‌ها شروع می‌گردد و اولین صحیفه‌های برنامه امروزه را به این موضوع می‌بخشیم. امسال 40 سال گذشته در جام کنفدراسیون دو دسته تاجیکستان خوجند در گروه F با دسته‌های کوپدگ ترکمنستان و دوردوی قرغیزستان و در گروه E کلوب مرکزی ورزش ارتش با دسته‌های سوخجانه ازبکستان، التین اصلی ترکمنستان و نفتچی قرغیزستان برای روخت به دور آینده مبارزه می‌برند. کلوب مرکزی ورزش ارتش آخرین آمادگی‌ها را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پس سر می‌کند. ما در آنجا بودیم. کلوب مرکزی ورزش ارتش باری اول در تاریخش در بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌نماید. طبع بازیگران بالیده است. سرمربی دسته امین صبحانی با جد و جهد به بازی‌های در پیش ایستاده آنها را آماده کرده است. در این دسته همه بازیگران تیارند که شأن و شرف تاجیکستان را در این مسابقه با نفوذ حمایت کنند. از جریان مشق‌ها برمی‌آید که کلوب مرکزی ورزش ارتش در دوره تعطیل با سبب اشتراک دسته منتخب مملکت در بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا از بازی‌ها بیرون نمانده دو بازی را با دسته رگریت دست و یک وقوعی دیگر را با رفشن کلوب انجام داده است. حالا کلوب مرکزی ورزش ارتش بعد 7 بازیش در چمپیونات مملکت با 4 غلبه، 1 مساوی و 2 باخت با 13 امتیاز در زینه دوم جدول مسابقه قرار دارد. سرمربی دسته امین صبحانی امید دارد که در جام کنفدراسیون شاگردانش بازی ارزنده نشان خواهند داد. خیلی ممنون و تشکر میکنم از آمدنتون، حضورتون در محل تمرین کلوب مرکزی ورزش ارتش. این باعث دلگرمی ماست و به هر حال چون اولین تجربه است اما خوشحالیم، آماده ایم و مصممیم با جدیت انشالله کارو شروع بکنیم. چند مدت است که تعطیل است در بازی‌های تاجیکستان. چگونه تیاری دید؟ این مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ خب طبیعتا اگر لیگ برقرار میشد خب ما بیشتر تو شرایط بازی‌ها قرار می‌گرفتیم. با توجه به اینکه خیلی از تیم‌ها رفتن به تنفس، ما بازی تدارکاتی خوبی هم داشتیم. من تشکر میکنم از 2 تا 3 تا تیم در لیگ که قبول کردن، با مشکلاتی که داشتن اومدن به ما کمک کردن. ما تنها تونستیم در این تنفس ایزبر بگذرونیم 10 روز و 3 بازی خیلی خوب انجام بدیم که استفادهش هم بردیم. از گروهی که شما هستید درباره کدام دسته بیشتر معلوماتی دارید؟ خب ما به هر حال همونطور که نمیدونم خبر دارید، من همه کارا رو سعی میکنم با آنالیز، با نقشه و با شناخت از تیم‌ها. این اصول کار ماست، متد کار ماست، حتی در بازی‌های داخلی و هر بازی اون نقشه و راهکار خودشو داره. مطمئن باشید شناخت از 3 تا تیم داریم به اندازه کافی. هر روز ما تئوری که برگزار میکنیم با ویدیو، فیلم و تمرینات ما این بچه‌ها نشون میدیم که از نظر ذهنی آماده این بازی‌ها باشن. به نظر شما در کدام خطی بازی کم مشکلی است در کلوب مرکزی ورزش ارتش یا عموما مشکلی ندارین؟ خب هیچ تیمی بدون مشکل و ضعف نیست، این یک چیز طبیعی. حتی بهترین تیم‌های دنیا نقاط ضعف و نقاط قوت رو دارن، ولی نقاط قوت ما بیشتر از ضعفه، چون زمان داشتیم اینا رو برطرف کنیم و خب دیگه شرایط بازی هم نشون میده بازی اول که انشالله هیچ ضعفی ما نداشته باشیم. خب ما درباره دروازه‌بان شما یک وقت گفتیم، چون که دروازه‌بانی که از ازبکستان بود او لعب برداشته بود، آماده نبود. حالا چطور است؟ خب ما بعد از اون آسیبی که دید در یک ایزبرنی که داشتیم، ما اینو تحت درمان قرار گرفتیم. هم اینجا و هم در کشور خودش ما اجازه دادیم برون کارو بکنه و با استراحت خوب، بعدش تمرینات خوب که اینجا هم جا داره، از مربی دروازه‌بان‌ها، دکتر تیم خودمون تشکر کنم. واقعا اینو تونستن برسونن، وقت گذاشتن و الان سالمه و در تمرین هم حضور داره. سوال آخرین من شاید این طور باشد که در نظر شما چی مقصد گذاشته شده است؟ چون دسته ها با بازی میان حتما مقصدی دارن. بله، ما مقصدمون هیچ تیمی برای باخت به زمین وارد نمیشه، ما هم برای برد، اما با تمام تلاش. درسته همه میگن فوتباله، ولی بنده نه دنبال بهانه هستم، نه دنبال عذر هستم، نه چیزی. ما تمام تلاش رو میکنیم که انشالله تمام خالهای این بازی ها رو بگیریم با تلاش بچه ها و حمایت و کمک دسته ما کلوب مرکزی ورزش رهبریت،
که انشالله ما بتونیم تمام خالها و اینکه نتیجه خیلی خوب باشه و از نام، از شرف، از آبروی فوتبال تاجیکستان ما دفاع بکنیم.